دوست از شما خود معرفی کنی و این دوستم معرفی کنی. من محسن بغدادی هستم، یک فعال سیاسی که مدت 13 ساله در کشور سوئد فعالیت میکنم و این دوستم حسن نوبری از فعالان جدی سیاسیه که تا تمام اکسیون‌ها حضور داره و امروز هم روز 22 بهمن که روز خاصیه اومده مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی تا اعتراضات خودشو به گوش جهانیان برسونه. با تشکر. شما میشه خودتو معرفی کنی و بگی از کجا اومدی، امروز چه روزیه، توضیح مختصری بدی؟ با درود فراوان به همه دوستان، من مژگان منصوری فعال سیاسی مذهبی هستم که امروز از راه دوری به اینجا اومدم که یک بار دیگر تنفر و انزجار خودم رو نسبت به این نظام دیکتاتوری در این روز 22 بهمن اعلام کنم. بیش از 3 دهه از عمر رنگین این نظام ضد زن و ضد بشر می‌گذرد و تجربه ثابت کرده که تنها با اتحاد می‌شود از شر این نظام راحت شد. من در آخر هم تشکر می‌کنم از همه دوستانی که امروز اینجا تشریف آوردن. مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! دوست از شما خودتو معرفی کنی و بگی امروز چه روزیه؟ من محمود بوستانی هستم، پناهجو. از راه دوری اومدم اینجا. امروز روز 22 بهمن، سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران هست. 22 بهمن روزی که سپردیم ایران را به دست اهریمن. 22 بهمن روز ویرانی و قتل و غارت میهن. 22 بهمن روز غربت نشینی ایرانیان چه در داخل و چه خارج از میهن. 22 بهمن روز سیاه روزی ویرانی من و تو هم میهن. به راستی دهه فجر و حضور نکبتبار خمینی در ایران شروع یک عمر زجر و بدبختی و دربدری ملت ایران، به خصوص نسل ما، یعنی نسل جوانان و نوجوانان دهه 50 شمسی بوده که نسل انقلاب نام گرفت. صحبت از قیامی است که به انقلاب اسلامی ختم شد و تمام رویاهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه نسل ما به باد رفت و در عوض خمینی برایمان یک دهه جنگ و جنون و جنایت به ارمغان آورد. خمینی خودش از تبعید آمد، ولی با ورودش و تا همین امروز میلیون‌ها ایرانی میهندوست و آزادیخواه مجبور به فرار و آوارگی و غربت نشینی و تبعید شدند. دستگاه قضایی ولی فقیه از 35 سال خونریزی و قتل عام فرزندان ایران شرم ندارد و هنوز به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! دوست از شما خودتو معرفی کنی و بگی از کجا اومدی، امروز چه روزیه، توضیح مختصری بدی؟ من پیمان لرستانی هستم، از شهرستان لینکشوپینگ اومدم و در اینجا حضور پیدا کردم برای اعلام همبستگی علیه رژیم ظلم ستم جمهوری اسلامی. با تشکر. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! دوست از شما خودتو معرفی کنی و بگی از کجا اومدی، اینجا کجاست، توضیح مختصری بدی؟ با درود، من علی دشتستانی هستم. حدود 5 سال است در نروژ و در سوئد هستم. امروز هم طبق فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای همبستگی و آزادی ایران جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی جمع شدیم که با هم با اتحاد بگیم که ما با اصل این رژیم و اصل این رژیم آخوندی مشکل داریم و مخالف اونا هستیم و برای آزادی وطنمون تمام تلاشمون رو میکنیم که یک روز ایرانمون مثل تمام دنیا آزاد بشه. مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر اصل ولایت فقیه! با تشکر از شما. دوست از شما خودتو معرفی کنی و بگی امروز چه روزیه، اینجا کجاست، برای چی اومدید، به توضیح مختصری بدید. درود عرض می‌کنم خدمت همه. من آرنوش شجاعی هستم. امروز همه ما در مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی دور هم جمع شدیم تا اتحاد خودمون رو به همه مردم نشون بدیم و من در این خصوص و در مورد امروز یه مطلب داشتم که اگه بشه که بخونم. امروز سالگرد انقلابشان را جشن میگیرند و رویاهای ما را برای یک زندگی بهتر لگدمال میکنند، اما هنوز قلب‌های پر امید ما در سراسر این گیتی پهناور برای سرزمینمان میتپد.
فراموش نکنیم که ما فرزندانهای همان کسانی هستیم که در سالهای جنگ با تقدیم قطرات خونشان از تمامیت ارضی میهنمان دفاع کردند. ما هم نسلان و همسنگران کسانی هستیم که ایستاده کشته شدند و خونشان بر سنگ فرش خیابان‌ها ریخت، اما تن به نشست زیستن در خودکامگی و استبداد ندادند. ایدئولوژی و مکتب ما آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حفظ ارزش‌های ملی میهنمان است و این تفاوت ما با کسانی است که به هر طریق می‌خواهند در قدرت بمانند و هر روز از بامداد تا شامگاه به کشور و حیثیت انسانی ما توهین کنند. در این 35 سال گذشته مبارزان بسیاری را به شهادت رساندند و یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردند. مسئول تمام این خونها و این اعمال جنایتکارانه متوجه ولی فقیه مطلقه و حاکمیت مضحکی است که در زیر عبای او بر ایران و ایرانیان حکومت می‌کند. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! دوست دارید شما میشه خودتون معرفی کنید بگید امروز چه روزیه؟ یه توضیح مختصری. من ارسلان رحیمی هستم. امروز 22 بهمن 35مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ننگین اسلامی، انقلاب 100% ننگین اسلامی و ما برای این اومدیم اینجا که بگیم نسل من در اون انقلاب هیچ نقشی نداشته و قطعاً نمیگه به جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! دوست از شما خودتون معرفی کنید. من زهرا رستمی هستم که امروز با همسرم فرهاد صادقی به اینجا اومدیم. جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی هستیم. ما جز ایمانداران مسیحی هستیم و چیزی که اینجا میخوام بگم، اینجا با صدای بلند میخوام بگم که ما خواستار آزادی برادرمون کشیش سعید عابدینی هستیم، همونطور که تمام دنیا خواستار آزادی ایشون هستش که به صورت ناجوانمردانه در زندان در جای شهر کرج در عذاب و رنج هستش. زندانی مسیحی آزاد باید گردد! زندانی مسیحی آزاد باید گردد! سعید عابدینی 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 آزاد باید گردد! دوست از شما میشه خودتون معرفی کنید. فرهاد صادقی هستم. اینجا کجاست اومدی؟ روبروی سفارت ننگین جمهوری اسلامی ایران. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی! 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 دوست از شما میشه خودتون معرفی کنید و بگید اینجا. احساس قبادی هستم. برای حمایت از استقلال، آزادی، حمایت از اقلیت‌های مذهبی و سیاسی دور هم جمع شدیم مقابل لانه جاسوسی سفارت ایران و حمایت خودمون رو از همه هموطنان همزمین‌ها هستند اعلام می‌کنیم. با تشکر از شما. مرگ بر ولایت فقیه! مرگ بر ولایت فقیه! مرگ بر اصل ولایت فقیه! مرگ بر اصل ولایت فقیه! دوست از شما میشه خودتون معرفی کنید. با درود، حمید میتروش هستم. امروز 22 بهمن با دوستان مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی جمع شدیم تا اعلام انزجار بکنیم از این رژیم ددمنش و سفاک. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! دوست از شما میشه خودتون معرفی کنید و باعث افتخارم از شما اومد اینجا و بگید امروز چه روزیه؟ توضیح مختصری بدید. با درود به ایران و ایرانیان، امروز 22 بهمن روبروی لانه جاسوسی ایران وایستادیم و انزجارمون رو از این حکومت اسلامی عنوان میکنیم. ما ایرانیان 35 سال در زندان رژیم اسلامی گرفتار شدیم که رهایی و آزادی برای ما رویایی بیش نیست و این رژیم دیکتاتور اسلامی از طریق شکنجه، اعدام سعی میکنند حکومت خود را چند سباهی طولانی تر کنند و با قبضه کردن اقتصاد در دست خود و با بهره کشی از مرد و زن و کودک سعی به نابودی جامعه ایرانی و با اسم دین ترویج خرافات و جاهلیت را به مردم تزریق کنند. روی سخن من با جامعه جهانی است که برای به دست آوردن انرژی یعنی نفت و گاز که ثروت ما ایرانیان است دست به همه کار با رژیم میزند که در منجلا به قتل و غارت از هیچ گونه کاری رویگردان نیست.
و چگونه این جامعه جهانی دم از حقوق بشر و کودک میزند. و در آخر میخوام چند تا شعار راجع به نظام کودک آزار نمیخوایم نظام کودک آزار نمیخوایم این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد حکومت ضد زن نمیخوایم زندانی سیاسی آزاد باید گردد با تشکر از شما. زنده باشید. با امید آزادی پیروزی همه ایرانیان. دوست از شما خودتون معرفی کنید و بگید اینجا کجاست، برای چی اومدید؟ درود بر شما. به نام ایران، من شیرزاد صفری هستم، فعال سیاسی ام. اینجا لانه جاسوسی، همینجوری که دوستان گفتن. همه اینجا جمع شدیم و اتحاد خودمون رو به هم دیگه نشون میدیم. به نام ایران، دهه زجر را به همه ایرانیان آزادیخواه تسلیت میگویم. 35 سال پیش در چنین روزی شخصی قاتل به نام خمینی وارد ایران شد و جوانان وطن را به کام مرگ و نیستی فرستاد. فرهنگ ایران را نابود کرد. غیرت و احترام از ایران رخت بربست. کمر به ویرانی خدمات شاه فقید بست. همه فعالیت‌ها از اجتماعی تا فرهنگی را از بین برد و نام ننگی را بر تاریخ کشورم ایران به جای گذاشت. هم میهن امروز اینجا جمع شده ایم به نمایندگی مردم دربند ایران. می‌خواهیم با اعتراض خود به جهان بفهمانیم که اینها نمایندگان ما نیستند. اینها همه کودک آزار هستند. خمینی جلاد به محض اینکه به ایران ورود کرد، به وسیله دیوانگان همچون صادق خلخالی یا ریش‌شهری یا لاجوردی ها تشنه انتقام را بر سر این ملت زجر کشیده تاریخی گذاشت که هر جور خود بخواهند اعدام و شکنجه کنند. به نوجوانان زیر 18 سال حکم اعدام میدادند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای. دوست از شما خودتون معرفی کنید و بگید کجا اومدی، امروز چه روزیه؟ با درود، من احمد بهرامی ام، از شهر وستروس اومدم. امروز 22 بهمنه. من یادم میاد که 22 بهمن سال 88 موقعی که می‌خواستیم بریم صدای اعتراضمون رو به گوش ملا برسونیم، واقعا خب اون شرایط بسته ایرانی اجازه رو نداشتیم و امروز اومدم اینجا تا آزادانه صدامو که میدونم حرف دل خیلی از جوونا هستش به گوش دیکتاتور برسونم. میخوام بگم که شما ملاها یه مش آدم بی‌اعتقاد و پیرو دینی دروغین هستین که انقلاب ما رو دزدیدین و یه حکومت فاشیستی به اسم اسلام درست کردین. خوبیامون رو گرفتین و به جاش بهمون چی دادین؟ فرهنگی که بهش افتخار می‌کردیم و داغون کردین. ما رو با دروغای مذهبیتون بی‌هویت کردین. زندگی و جوونیمون رو بهمون زهر کردین. جشنامون رو گرفتین و به جاش عزاداری بهمون دادین. برای کسی که 14 قرن پیش واسه شهوت و ثروت و قدرت اجدادمون رو سر برید. شما با امیال شیطانیتون زندگی ما رو تباه کردید. آهای خامنه‌ای، تو که جانشین آدم بی سواد و بی شعور و رذلی به اسم خمینی شدی، تو که خودتو ولی امر مردم میدونی، تو نماینده شیطان توی ایران هستی. تو پسترین و بیشرفترین کسی هستی که تو زندگیم شناختم. تو تمام آخوندا مسئول دروغگویی، ریاکاری، قتل‌ها، بی‌تعهدی‌ها، دزدی‌ها و تمام بدی‌هایی که تو این 35 سال دیکتاتوریتون به وجود اومده هستی. ما خیلی وقت از دست شما خسته شدیم. اینکه چرا حرکت نمی‌کنیم شاید از بی‌حوصلگی ماست. شاید هم از ناباوری و ترس از آینده است، نمیدونم. اما من امیدوارم به روزهای خوب. اینکه همه ما روزی به خودمون بیایم و این نکبت و مهر ننگو از سرزمینمون برای همیشه پاک کنیم. من با رویای اون روز از جون خودم میگذرم. میجنگم، میمیرم، ایرانو پس میگیرم. ایرانو پس میگیرم. نه سوریه نه لبنان، جانم فدای ایران. مرگ بر حکومت اسلامی. دوست از شما خودتون معرفی کنید، بگید امروز چه روزیه، برای چی اومدید اینجا، یا توضیح مختصری بدید. درود بر شما، همچنین خدمت دوستان عزیز. امروز 22 بهمن جلوی سفارت ناله جاسوسی جمهوری اسلامی جمع شدیم اعتراض خودمون رو برسونیم. من 35 سال پیش کشورمون به این روز گرفتار شده، ولی من به این باورم که
یه روزی کشورمون آزاد خواهد شد، نه تنها از دیکتاتور جمهوری اسلامی بلکه از اسلام هم آزاد خواهد شد. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور. با تشکر از شما. دوست از شما چه خودتون معرفی کنید و بگید کجا اومدید؟ من حیدر عباسی هستم، از تونیزبرو اومدم. امروز 11 فوریه برابر با 22 بهمن است. این روز سیاهی برای ایران است که ویرانی آن از ویرانی حمله مغول به ایران یا حمله اعراب جاهل بدتر است. امروز این روز نکبت را بر ایرانی تسلیت میگوییم. این روزی است که خمینی دجال بر تخت پادشاهی ایران نشست و از سادگی مردم سوء استفاده کرد. هرچه که ما میکشیم در طول این 35 سال از همین دهه است، دهه‌ای که برای ما ایرانیان دهه زجر و برای آخوندهای خونخوار دهه فجر است. دهه زجری که 35 سال طول کشیده. خوشبختانه امروز در 100 تا سر هفته بهمن ماه شروع شده و ما هم در استکهلم در برابر سفارت کثیف جمهوری اسلامی دوستان از اقشار مختلف و عقاید مختلف بر سر 4 محور اساسی، نه به اعدام، متوقف شدن هرچه سریعتر اعدام و نه به حجاب اجباری می باشد. همه ما می‌دانیم که 400 نفر از هموطنان ما را فقط در عرض چند ماهی که روحانی کثیف بر سر کار آمده اعدام شده. به همین دلیل ما اینجا جمع شدیم که نشان دهیم خسته شدیم از این اعدام‌ها. به دلیل اینکه اعدام‌ها هر روز در کشور ما ادامه دارد. جوانان ما را دسته دسته اعدام می‌کنند. ما با هر اعدامی مخالف هستیم. رژیمی که همه سران آن از اعرابند، از برادران دالتون لاریجانی گرفته تا خود شخص خامنه‌ای دیکتاتور که با استفاده از خرافات اسلامی و مذهبی بر صندلی پادشاهی نشسته و این پیغام را به بسیجیان کثیف نیز می‌دهیم. نابودی شما نزدیک است و ما از اینجا داد میزنیم و میدانیم که مزدوران خامنه‌ای صدای ما را خواهند شنید و ما میگوییم جمهوری اسلامی ننگی شده جهانی، جمهوری اسلامی ننگی شده جهانی، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر ولایت فقیه. با تشکر از شما. با درود، من وحید بنیادی هستم. بس اینو میخوام بخونم. هموطنان عزیز، یک اصل ثابت و نیرومند و پیروزمند که هر زمان و هر دقیقه میتواند ریشه های این ظلم و جنایات بشری را بخشکاند، نیروی لایزال مردم بر مردم است که هیچ قدرت پوشالی چون جمهوری اسلامی توان مقابله کردن با آن را ندارد، چه برسد به حاکمان و سرانی که از این آبخور آغشته به خون شهیدانمان سود می جویند. در 35 سال پیش چه خوب چه بد، چه گیر سیاسی چه آزادی شبه دموکراسی، چه شاه بد چه شاه خوب، تمام ایران دگرگون شد. اما نطق بنده این نیست. به عنوان یک ایرانی کرد، تاریخ بدون تعصب شاهد و گواه این است چه کسی تا زمان فرارسیدن زمامداریش چه کرده است. اما تا آنجا که صفحات تاریخ برد دارد، میدانم که ما ملت فریب چه کسی چون خمینی را خوردیم و با آموزش و با آمدنش سود و هورا کشیدیم، غافل از این ماجرا، تا کار به جایی کشید که همسایم به خاکم تعرض کرد و بعد از بازپسگیری خاکم به جای بهبود وضع نابسامان مردم، به جای این معضلاتی که در جامعه‌ام بود، آخوندی که هیچ کشورداری نمیفهمد، با زبان دیپلماسی آشنا نیست و درس حوزه و منبر خوانده است، کشور را به جنگ میکشاند و با شعار فتح بیت المقدس به جای صلح و آشتی و غرامت کشور را به شهید شدن جوانانم میکشاند با آن جام زهرمارش و ترجیح میدهد 8 سال خرابی و آوارگی و رسوایی نظامی بر مردمم تحمیل شود. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. دوست از شما خودتون معرفی کنین تا بگید. من فرزاد اسپری هستم، از شهر اسکریستونا اومدم. اینجا جمع شدیم برای نابودی جمهوری اسلامی. از شما خودتون معرفی کنین و بگید چه روزیه. من محسن بغدادی هستم، یک فعال سیاسی و امروز 22 بهمن آمدیم مقابل لانه جاسوسی ننگین جمهوری اسلامی تا اعتراضات خود را به گوش جهانیان برسانیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری
مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. دوست از شما میشه خودتون معرفی کنید و بگید امروز چه روزی از کجا اومدید؟ من خاطر لطفی هستم، از شهر سودرهام اومدم. امروز روز 11 فوریه مصادف با روز 22 بهمن ما اینجا همه جمع شدیم که به صدای هموطنان ما باشیم که زیر ستم حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش، چون سکوت شرم‌آورمون میتونه توی تاریخ هرگز فراموش نشه و این سکوت هر ایرانی تو این روز میتونه تنابداری باشه برگردن هموطنان. با تشکر از شما. میشه خودتون معرفی کنید و بگید امروز چه روزی از کجا اومدید؟ توضیح مختصری بدید. زهرا لطفی هستم، از شهر سودرهم اومدم. امروز 11 فوریه مصادف است با 22 بهمن، روز رنگینی هستش در تاریخ کشور ما. ما امروز اینجا جمع شدیم نه بگیم به حکومت ضد زن، به حکومت ضد حقوق بشر و صدای هموطنان عزیزمون باشیم در سرتاسر جهان. به امید ایران آزاد، مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر حکومت فاشیستی ایران، مرگ بر حکومت ضد زن.